سلام خدمت همه دوستان. امروز میخوام آموزش ترشی لیته رو بهتون بگم. خیلی درخواست داشتین که اون ترشی لیته که خودت درست میکنی چجوریه. من فکر کردم که این بار که میخوام توی پاییز یه ترشی لیته بندازم فیلم ازش بگیرم و این ویدیو رو برای شما هم بذارم. چیزایی که لازم هست برای ترشی لیته توی کپشن براتون نوشتم، کامل بخونین که بریم با هم دیگه این ترشی رو درست کنیم. خب اول از همه شما باید این بادمجوناتون رو به این اندازه‌های خیلی کوچیک خوردش بکنیم. پوستش رو میگیریم و خوردش میکنیم. قرار ما اینا رو بپزیم، پس هر چقدر کوچیکتر باشه بهتره، زودتر پخته میشه. و برای پختشم ببینیم من این سرکه رو میبینیم، من سرکه صنعتی استفاده میکنم و آب. حالا اگه شما از سرکه صنعتی استفاده میکنید باید نصف مقدارش آب بریزین و نصف همون مقدار سرکه بریزین. حالا اگه سرکه شما صنعتی نیست، سرکه رو خودتون تو خونه درست کردین، دیگه نیازی نیست که بهش آب اضافه بکنین. فقط در صورتی که از سرکه صنعتی استفاده میکنین بهش آب اضافه بکنین. نصف سرکه صنعتی، نصف آب. و یه قاشق پر زردچوبه بهش اضافه میکنم. چون سرکه من سرکه سفید بود، برای همین زردچوبه بهش اضافه میکنم که رنگ لیته من خوش رنگ باشه. ولی اگه شما از یه سرکه دیگه استفاده میکنید دیگه نیازی نیست زردچوبه اضافه کنید. ولی اکثرا الان توی بازار سرکه‌های صنعتی سفید هستن. پس برای همین توصیه میکنم که یک قاشق سرپر زردچوبه بهش اضافه کنید و بذارین روی اجاق تا کامل این بادمجونا با این آب و سرکه و زردچوبه بپزن. الان بعد از تقریبا 40 دقیقه ببینین کامل این بادمجونا با این سرکه حل شدن و دیگه وقتشه که من اینو بردارم. شما باید این سرکه و آبی رو که بادمجونا توش پخته شدن رو آبکش بکنین. من خودم همیشه آبش رو آبکش میکنم و توصیه من به شما اینه که این آبکش بکنین و از آب اون بادمجونه استفاده نکنین. بعداً ما دوباره سرکه بهش اضافه میکنیم، پس از این سرکه استفاده نکنین. به تجربه دیدم که مزه خوبی نمیده. پس من الان اینو آبکشش میکنم، بعد سعی میکنم که بیشتر لهش بکنم. با قاشق میتونین لهش بکنین، با گوشتکوب میتونین لهش بکنین، ولی حتما آبش رو بگیرین. خب میبینیم من به این شیوه در واقع لهش میکنم و همش میزنم که آبش کامل کشیده بشه. توی همین آبکش دارم هم میزنم که هم له بشن و هم آبش کامل خالی بشه. خب الان میبینین این کامل له شده، آبشم من گرفتم ریختم دور و بادمجونا کامل پخته شده و له شدن. اینم سیر من هست. سیر رو هم من پوستش رو گرفتم و کامل خوردش کردم. میبینین بهتره که خیلی خورد بشه، مثل همین هویجه که من اینم خوردش کردم و این گلکلم رو هم خورد کردم. مزیت لیته اینه که همه موادش خورد باشن، ریز باشن. من اینجوری دوست دارم. الان میخوایم بهش سرکه اضافه بکنیم. دوباره نصف لیوان یا نصف قوری سرکه میریزین، نصفش هم آب میریزین و میذارین که یک غل بزنه. وقتی که یه جوش کامل زد بعد دیگه برش میداریم میذارین کنار تا خنک بشه. اینو بعداً اضافه میکنیم به ترشی لیتم. حتما بذارین که خنک بشه. حالا وقت اینه که مواد لیتم رو اضافه بکنم، با هم دیگه هم بزنم. این گلکلم من هست که میبینین کامل خورد شده و این هویجای من هستش که میبینین خیلی ریز همه رو خورد کردم با دستگاه، یعنی گذاشتم ریختم توی دستگاه و خورد شده. و این سیر من هست که اینا رو هم کامل خوردش کردم. و این کنجد سیاه که من اینو هم اضافه میکنم به لیتم که به نظرم خیلی خوشمزهش میکنه. اینم که میبینیم پودر گشنیزه. ببینید این تخمای گشنیز رو شما خیلی راحت میتونید از عطاریا پیداش بکنین، بعد بسته‌شو بگیرین، بعد بیارین تو خونه خودتون خوردش بکنین. و نمک، اینا رو من به لیتم اضافه خواهم کرد.
این پودر گشنیز خیلی خوشمزه میکنه. من بعضی وقتا تخم گشنیز رو هم خودش رو داخل ترشی لیته میریزم، خیلی خوشمزهش میکنه. حالا این بستگی به سلیقه شما داره، اگه دوست نداری میتونی اضافه نکنی. من هم پودرش رو اضافه میکنم و هم تخمای گشنیز رو، ولی خب تخم گشنیز کم اضافه میکنم. حالا همه مواد رو تیکه تیکه اضافه میکنم، هم میزنم که به خوردشون برن. بعد باز دوباره تیکه بعدی رو اضافه میکنم. میبینید من قبلا یه ذره اضافه کردم، الان دوباره هویج رو اضافه میکنم. یه ذره گل کلم اضافه میخوام بکنم بهش و بعد سیرم رو اضافه میکنم. دوباره یه ذره کنجد میریزم بهش، کنجد نون رو میریزم بهش، دوباره هم میزنم ببینم موادم چی جوریه، یه دست شده، چیش کمه، چیش زیاده. بعدن اگه ببینم چیزیش کمه دوباره اضافه میکنم. پیشنهادم اینه که یک جا مواد رو اضافه نکنید، تیکه تیکه اضافه بکنید. خب الان کنجدارم بریزم، یه همه دوباره بزنم ببینم موادم چجوری شده. الان هویجش کمه، کلمش کمه و هر چیز که کمه اونو اضافه بکنم. از روی رنگش هم ببین، میتونی از این ترکیب رنگش هم ببینید دیگه. الان چیش کم، الان من حس میکنم گل کلمش کمه، یه ذره گل کلم اضافه بکنم. خب الان یه همه دیگه بزنم ببینم چطور شد. دیگه فکر کنم باید همین هویجم همه رو اضافه بکنم و دوباره اون گل کلم کمی که مونده اونم اضافه بکنم و کل مواد لیتم با هم دیگه یه دست بشن. لطفاً همینجوری که دارین ویدیو رو نگاه میکنین کانال رو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک بکنین تا برای من انگیزه بشه که ویدیوهای بیشتری براتون تهیه بکنم اگر ویدیوهام رو دوست دارین. ممنونم. خب الان ببینین این ماده لیته منه، میبینید چقدر خوب با هم دیگه هم خوردن و ترکیب شدن. حالا وقت اینه که من اون آب و سرکه‌ای که با هم دیگه جوشونده بودم، یعنی نصفش آب بود نصفش سرکه بود، بعد اینا رو ریختم جوشوندم و گذاشتم که خنک بشه. الان میخوام اضافه بکنم به این ماده لیتم. الان من اینو کم کم بهش اضافه میکنم. من یک جا اضافه نمیکنم، کم کم اضافه میکنم، هم میزنم بره به خوردش، بعد ببینم چقدر لازم هست. اگه لازم شد باز دوباره اضافه میکنم. اگه یهو اضافه بکنین یهو امکان داره که زیاد بشه. من توصیه میکنم که کم کم اضافه بکنی، هم بزنین و بعد اگه لازم شد باز دوباره بیشتر اضافه بکنین. میبینین همینجوری چک میکنم ببینم که چقدر شده غلظت این ترشی لیته من. حالا باز اگه کمه یه مزه بکنین، ببینید اگه کمه مزه مثلا نمکش یا پودر گشنیزش، بهش پودر گشنیز، نمک یا کنجد نون رو اضافه بکنیم. من کم کم اضافه میکنم، هر بار که هم میزنم دوباره چکش میکنم ببینم چیش کمه چیش زیاده. الان شما باید روی اینو یک سلفون بکشید و بذارید توی فضای خنک یک روز بمونه. فضای خنک توی الان توی خونه ها، توی آپارتمان ها همون آشپزخونه است دیگه. شما میتونین روی ماده‌تون رو سلفون بکشین و بذارین یه گوشه آشپزخونه و یه روز بمونه. فردا صبح بیاین بهش سر بزنین ببینین که آیا باز دوباره سرکه نیاز داره، یعنی سرکه و آب نیاز داره، نمک نیاز داره، چیش کم و زیاده. پس یه بار بهش استراحت بدین، بعدش بیاین چکش بکنین، مزش بکنین. میدونی که چون اگه یه روز بمونه توی آشپزخونه این سرکه، نمک، همه چیز میره به خورد مواد لیته و بعد میتونی چکش بکنی ببینید چیش کمه و اونو اضافه بکنی. خیلی خب من اینو سلفون کشیدم. الان میخوام بذارم این گوشه آشپزخونم و فردا بیام بهش سر بزنم.
خب سلام دوباره به شما دوستان. من دیشب گذاشتم این ترشیم رو توی آشپزخونه موند و صبح بلند شدم یه نگاش کردم، دیدم یه ذره نمکش کمه، بهش یه ذره نمک اضافه کردم. سرکش خوب بود، ترشیش خوب بود، دیگه سرکه اضافه نکردم، فقط نمکش کم بود. الان میخوام این ترشی لیتم رو بریزم توی این ظرفه و بذارم گوشه آشپزخونم که دوباره یه ذره ترشیم جا بیفته. میبینین من کامل اینو ریختم توش و میخوام درشم کامل ببندم. شما میتونین روش رو سلفونم بکشین، درشو ببندین که هوا نره توش، یعنی سفت باشه. من درش رو سلفون میکشم و بعدش میخوام درشم بذارم روش که کامل سفت باشه، هوا نره توش و بذارم تقریبا 2 هفته تا 1 ماه تو آشپزخونه یه گوشه‌ای بمونه تا این ترشی من کامل جا بیفته. شما میتونین تو ظرف‌های مختلف بریزین، ولی من بهتون توصیه میکنم که ظرف شیشه‌ای باشه و حتما اینکه سرکه‌تون هم با آب جوشونده باشین به خاطر اینکه کپک نزن. تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.